میدونستی ایران مهد هنر فرش دست بافه و این هنر پیش از 2500 سال قدمت داره. قدیمی ترین فرش کشف شده دنیا فرش پادلیشه که حدود 2500 سال قدمت داره، اونم تو سیبری. دقیقا بافتش ایرانیه. از همون دوران اخوامنشی تا صفویه نه تنها فرش ایرانی کف خونه ها رو پر کرده، بلکه تو کاخ پادشاهان اروپا هم پهن بوده. هر شهری از ایران زبون خودش رو با گره و نقش رو فرش پیاده کرد. تبریز به ظرافتشه، فرش اصفهان به اترینیشه، فرش کاشان به شاه عباسیاش معروفه. از وقتی داری یک فرش دست بافت ایرانی میخری، فقط یک کف پوش نمیخری یا داری تیکه ای از تاریخ و فرهنگ ایران رو تو خونت میاری. اگه یک کوچولو با تاریخ فرش دست بافت ایران آشنا شدین، این پیج رو دنبال کنین تا بقیه پست رو از دست ندین.